آدم بد نیست، چون همیشه از خدا و دینش میگن نی. یگان چیز آوردم که دست سرت بندازی. بالشتان برات آوردیم که راحت باشی. شب بخیر. ما بیا زود چند دقیقه بعد میرفتم. خودتان میفهمین. مهمانایتان رفتن؟ بله رفتن. وقتی گفتم بد نیست شد و حالت نفر خراب شد. اوف چرا با دیچت یادم میگفتم ها؟ خانم سیفدا؟ بسیار زیاد میبخشین مناسب. ما به خاطر معذرت خواستن آمدیم. شب بخیر. بسیار زیاد معذرت میخوایم مناسب. دفعتن دستم خورد. مناسب دستتان. واقعا زیاد معذرت میخوایم. ناغلطی شد. میگی ناغلطی شد ها؟ خب بله مناسب. حادثه بود نی؟ یک دم شد. یک دفعه. ما همیال کلینا رو جمع میکنم بانی. دستتا پس کو غرض نگی. یاشار تو چرا این کار اعلام میکنی بچه؟ مشکل چی است؟ نه اگه از ما خوش نیستی باز بگو. ما سر هیچ کس به زور کار نمیکنیم. با ملاسه وعده دادیم بیادر. چی؟ گفتم با ملاسه وعده دادیم. ودت ای چی گفته میره؟ یه واقعی ملا چندمین ملاست؟ نه که کل ملا صاحبای مملکت کار و روزگار خود اعلا کرده پشت ما را گرفتن. این چی حال است؟ همیشه مو یک نفر از پیلوت. در منطقه پایین یک نفر با نام ملا علی است. تو میشناسیش؟ نه تا هنوز نمیشناسم. تو دیدیش نه؟ نه پیلوت، نامش شنیده اما نمیشناسمش. خوب است. خیبر معرفی شویم کدش.
میشه دروازه رو باز کنی؟ لطفاً. بیبی نمیخواستم تو را جیگرخون بسازم. سیفتا، خانم سیفتا، به خاطر که قلبتان شکستاندم جیگرخون هستم. سالا می شد مثل چشمای متوجهش بودم. یک دفعه وقتی او را در زمین توته دیدم، باز نفهمیدم که چی کنم. من 6 ساله بودم. صبح روز عید مادرم به ما و بیادرم در بالای تخت هر دوی ما این توپ برفی را مانده بود. وقت بیدار شدم او بهترین صبح عیدم بود. او روز آخرین خوشی های ما را با هم تقسیم کردیم. دم و عید پدر و مادرم از دست دادم. بیادرم در وقت فرار از اونجا فقط همون توپ برفی را همراه خود برد. من همیشه به این باور بودم که بیادرم از برکت همون توپ برفی پیدا میکنم. شاید احمقانه باشه، اما همین قسم است. او به من یک امید بود. وقت او را پیدا میکردم باز میگفتم بیبی این همون توپ برفی است که مادرم به ما تحفه داده بود. من بیادرت هستم. اما او توپ دیگه نیست. حالا زیاد ناوقت شده. شما آرام خو کنین. به خاطر که قلبتان شکستاندم معذرت میخوایم. مولا صاحب، معذرت میخوایم. من زیاد جگرخونتان کردم. به خاطر جبرانش هر کاری از دستم بیاید انجام میدم. وعده میدم. اما پیش از او دستتانه امکان داره توتای شیشه دهی مانده باشه. اگه میخواین یک بار ببینمش. نه، چیز مهمی نیست.
اون نفرم اینجاست. مسجد غلط نکده باشیم. همینجاست بیادر. خب پس در کجاست؟ در مسجد از دیگه کجا باشه؟ خیلی چرا تو ایستاد هستی بچه؟ برو ملا صاحب صدا کو. ما وضو نداریم که داخل مسجد شویم. ما را غرق گناه نکن. حالا برو. بیادر ما وضو ندارم. بچه حالا که به ملا صاحب وعده دادی کار اعلام میکنی بدون وضوی طرف و طرف نگرد گوساله. حالا برو وضو بگی. عجب لودار گیر آمده. بیادر بسته است. چطور بسته است؟ مسجد هم بسته بوده میتونه ودت. ما خونه میفهمم پیلوت. بچیم بالاخره یک چیز خوب بفهم. به نمود خو نگاهت نکدیم. او آدم یاشار ما نیست؟ خیرت باشه یاشار کی را کار دارین؟ ملا صاحب علی را کار داریم. در این وقت تو در مسجد چی کار داشته میتونه؟ تو خبر داری که چند ساعت از نماز خفتن تیر شده بچیم؟ چی وقت میایه؟ صبح به نماز صبح میایه. بعدن هم بیاز و عجل به دکان میره. امام صاحب دکان هم داره؟ امام چی؟ امام همین مسجد هم میگم. شما ملا صاحب علی را امام از این مسجد فکر کردین؟ نیست یعنی؟ نیست. یاشار بچیم مگم تو برشان نگفتی؟ خودگه حالا شبتان بخیر. نام خدا با چشمای دیدی که چه قسم دوستا داره. مادری که پدگ از کجا کشیدن چه قسم دوستا داره. حتی هنوزم نمیفهمیدن که امام مسجد نیست. آی میرال تو چرا پشت ملا صاحب علی را گرفتی ولی از خدا؟ نه که هیچ چیزی را نمیفهمین. نمیفهمین دیگه. خواه یاشار بچیم. من حال امرای تو چی کنم بچیم؟ ها؟ حالا که تا اینجا آمدیم نماز جنازه تو را برپا نکنیم ها؟ چی کنیم؟ بیادر به خدا ما هم نمیفهمیدم. قسم میخورم زیاد آدم دیندار است و تمام مردم منطقه او را ملا صدا میکنه. ما چرا اینجا وقت خدا ضایع میکنیم؟ حالا که با دیدن ملا آمدیم دست خالی نریم یک سر خانه شام بریم. چی میگی پیلوت؟ راسته کدانه تا بچی احمق. رفتن به خانه ملا صاحب چی مانا میته؟ نه که تو نیت داری ما را به جهنم روان کنی. خیلی چی کنیم؟ باز خود آمدیم اینجا. باز شیشته با هم دیگه قسم میکنیم. برش میگم و میپرسم که چرا تو مانی تجارت ما میشی. برش میگم که مال ما را خوب از زور سر کسی نمیفروشیم. برش میگم کسی که میخواد میگیره، کسی که نمیخواد نمیگیره. یگان چیز برش میگم دیگه. چی بگویم تو بگو. درست است. براتون احترام داریم. براتون احترام داریم. اما هیچ کس نمیتونه که همراه آرزوهای ما بازی کنه. اما تو نیست بدت. حالا تو چی از پشت ما آمده میری؟ همراهی تو کار ما خلاص است. برو دیگه. حالا برو وضوی تا بگی. هیچ دختر خوب معلوم نمیشه. کل منطقه خواهمتون میگن محچوم والا. حیران ماندیم که چی کنیم. خدا میفهمه که در این منطقه دیگه چی روزاره ببینیم. اونه میرالم آمد. میرال جان تو شنیدی؟ در نزدیک خانه ملا صاحب یک دختره میپالن. در سرکا مردم برآمدن. ها شنیدم. خدا کنه که یک دفعه از خانه او نبرایه. از خانه کی نبرایه؟ یعنی مادر حالا دیگه درست است آمدم. به هر صورت باز پسان گپ میزنیم. خداحافظتان.
خداحافظ. در این وقت شو بسیار بد است. خب ما چی گفتیم؟ همی که کارم خلاص شد میایم تو را میبرم. فقط 2 روز. این قسم فکر کن. خو میکنیم بیدار میشیم، خو میکنیم بیدار میشیم. درست است؟ درست است. مادر کلاناتم جگر خون نکو. او را خسته نساز چون او پیر است. درست است؟ درست است پدر جان. آفرین به تو. رستم به احتیاط رانندگی کو. درست است؟ درست است آقا. بی عجله نکنی لطفا. شما تشویش نکنید. حالا بیا که یک بار دگم تو را در بغل بگیرم. درست است؟ حالا برو دیگه. پدر بازی چیم؟ مزود گرفتم یارم. نه تو متوجه بچه‌ام باش. موترم روشن کن. من خودم رفته برش میارم. معذرت میخوایم. من میرم براتون آب بیارم. بگیرین مولا صاحب. شما مثل ما کابوس میبینین مولا صاحب؟ وقت نماز صبح شده. چقدر یک انسان خوب است. اونا رفتن مولا صاحب. مولا صاحب حتما خواه است. مولا صاحب به ای باور بودم که بیادرم از برکت همین توپ برفی پیدا خود کردم. شاید گپ ناق باشه.
اما همین قسم است. به او میگفتم بیبی این همون توفیه است که مادرم به ما تو داده بود و اما بیادرت هستم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. هرچند دعای ما قبول نمیشه اما خداوند از شما راضی باشه. صبر کو فرار نکو. گم شوین. صبر کو چی میکنی؟ فرار نکو. حیوان علم کو. اینجا بیا. سر صدا نکو. صبر کو سر صدا نکو. نفرها کجاستن؟ کدام نفرها؟ او نفرهای اویگار کثیف. من فکر میکنم کابوس دیدین. نه وقتی شما نبودین دو نفر آمدن. کوشش کردن که مرا به زور ببرن. فکر کنم که باز مضعوف کردم. بعد او نفرها نیستن. شما نترسین. در اینجا هیچ کسی به شما ضرر رسانده نمیتونه. چطور؟ در ضمن یادداشتتانم خواندم. دعایی که با اخلاص شوه حتما قبول میشه. زنده باشین. توپ برفیرم کماتم جور کردین. قربان دستایتان. حالا بریم چای صبح تیار است. پس اون نفرها کجاستن؟ حالا دیگه زود باش. حالا از دو نفره که پیش خانه توک روان کرده بودیم هیچ کدام خبری نیست. یعنی چی که خبری نیست آدم؟ موبایلشان هم خاموش است. کل جا را دیدم اما هیچ خبری نیست. چطور خبری نیست؟ میبخشین نه که دختری را که دیشب گم شده بود میپالین. بله ما دیشب در خانه مولا علی یک جوره چبلی زنانه را دیدم. کدام تکلیف داره؟ در هر خانه امکان داره که چپلی زنانه باشه اما تو نیست خانم. مولا صاحب علی متأهل نیست. تنها زندگی میکنه. هیچ کسی را نداره. روز بخیر. معلوم میشه که نیستن. فکر کنم که رفتن. ما بی از اون نزدیکای شام دیگه میرم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر ملاسه. اما خطر تو هنوز رفت نشده. برای همیشم خو اینجا مانده نمیتونم. مجبور هستم برم ملاسه. البته من فقط یادآوری کردم. تصمیم خودتان میگیرین. این خوبیاتان هیچ وقت فراموش نمیکنم. واقعا بسیار زیاد تشکر ملاسه.
ملاسب باز نکنی. نکنه اون نفرها باشن. با پلیس خبر بدیم. ها؟ نه با پلیس خبر ندیم. پس چی کنیم ملاسب؟ آرام باش. خدا داد است. من خواسته بودمش. خدا داد؟ ملا صاحب چرچرک خواسته بودین آوردم. زنده باشی. تو ده بیرون منتظر باش. من زود پس میام. سعیس ملا صاحب. چارجر خواسته بودین اما تو نیست؟ بسیار تشکر ملاسب. من کم کار دارم بیرون میرم. اما خدا داد در پشت دروازه می باشه. به خاطر چی؟ گفته بودین نه که 2 نفر آمده بود. دیگرای شما آمده میتونه. به او خاطر گفتمش. خدا داد میفهمه که من در اینجا هستم؟ نه. خب پرسان نمیکنه که چرا باید باشه؟ خدا داد سوالای به جای پرسان نمیکنه. منظورش است که سوالای من بی جای است. چقدر یک ملای عجیب است. تا وقتی که من آمدیم هیچ کس داخل نمانی. خدا داد. درست است ملا صاحب. خداحافظ. سیفدا تو کجاستی؟ از شب تا حالا با تشویشت هستم. کسی خدا پولید نیست، راست بگو. نیست. اما دیشب اویگار آمده بود. آدم کثیف. سیفدا تو کجاستی؟ گوشکو به هیچ کس نباید بگویی. برام وعده بدی. درست است نمیگم اما برام بگو کجاستی؟ دمو خانه‌ای که روبروی خانه تو هستم. در خانه ملا صاحب. در خانه ملا صاحب علی؟ تو رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. همراهش معرفی نشدیم اما در منطقه کلگی به او احترام دارن. زیاد یک آدم عجیب است. محافظه‌کار است. سیفدا ببین لطفاً متوجه باش. نفرای اویگار هنوزم در 4 طرف میگردن. مادرتان بیازو از دیشب تا حالا به تو زنگ میزنن. در پشت دروازه یک نفر است رئیس. هر کسی که باشه سر خانه حمله کرده و دختره میگیریم. برو. محترمت او هم دادانه. بفرمایید کی کار داشتین؟ ملا صاحب نیست. پس شده نمیتونم. ملا صاحب اینجا نیست. یک صدا آمد. من پسان به مادرم زنگ میزنم. بیادر دروازه را کده مشت نزن. زنگش ده اینجاست. ملا صاحب خانه نیست. بیادر آیسته. خدایا دروازه را مشکنانی چطور؟ چرا میخوایی دروازه را بشکنانی؟ بیادر چی میکنی؟ دروازه میده میشه. تو از یک دروازه چی میخوایی یا؟ پس یادم احمق پس شو. بالاخره شکستاندنش. سیفدا سیفدا کجاستی؟ سیفدا چی شده؟ خسته شدی؟ سیفدا کجاستی؟ بیا از اینجا میری. بیا بیرون میریم. سیفدا من هیچ جایی نمیرم. تو را هیچ کسی از دست ما گرفتن نمیتونه. بیا میری. هیچ جایی نمیرم. برو از اینجا گم تو شو. در این خانه چی کار داری؟
این ملاصب دیگه کی است؟ هیچ کس دوست دخترم پد کردن نمیتونه. هیچ کس. حسابی کار از او پرسان میکنم. برو برو. من دوست دخترتون نیستم. گم شو از اینجا. گم شو. با نظرم تو خوبی رو نمیفهمی. بیا. بیا دیگه. البکو گفتم. چو باش. بیا سر و صدا نکن. بیا. البکو. البکو گفتم. البکو. برو دیگه. زیاد چیخ نزن. چو باش. حالا دیگه حالا. کلگی ما رو میبینن. البکو. چو باش. دوست خواستخانه ملاصب ولی برآمد. البکو گفتم. چیخ نزن. گفتم چیخ نزن دیگه. آروم باش. با خوبی برو. برو. دماتر بالا شو. حالا زود شو. بالا شو. بیازو آدم شوهرش است. اگه به زورم باشه بیازو میبرش دیگه خواهر. نه خواهر چرا تو میگی تو نگو دیگه. تو از اینجا میبرم. بالا شو. زود شو. بیادر ملا صاحب چطوری تو یک کار کده میتونه؟ از هر کس دیگه انتظاری کار داشتیم، اما از ملا علی نداشتیم. وای به حال. منتظر چی هستی؟ حالا حرکت میکنیم. زود شو. آرام باش. زیاد چیخ نزن. آرام باش. با چشمای خود دیدی؟ حالا باور کردی؟ مانده نباشی؟ زنده باشی. خوش آمدی. ما منتظر تو بودم. میرفتم. کامپیوترت آماده است. هیچ مشکلی نداره. ویندوزش هم نو کردم. پولش چقدر میشه ملا صاحب؟ ای بار چیز نمیگیرم. امکان نداره ملا صاحب؟ امکان داره. ای بار چیز نمیگیرم. بسیار زیاد تشکر ملا صاحب. زنده باشی. بخیر بری. دختره را که در خارتان نگاه کرده بودین، صاحبش آمد و را همراه خود برد. خدا داد. ملا صاحب ببخشید دروازه را شکستاندن. مانع شدن نتونستم مانعشان شوم. درست است بیادرم. درست است. دروازه را شکستاندن ملا صاحب. مانع شدن نتونستم. مرا ببخشید. درست است بیادرم. درست است. کاکا جان، تو به شرفم را که خود زدی حیوان. خیرت از کاکا، کدام اشتباهی کردیم؟ دختر از خانه کی گرفتی و آدم؟ در منطقه در خانه یک ملا صاحب بود. مام گرفتم و آوردمش. در اونجا هیچ چیزی ندیدی که توجه تو را جلب کرده باشه؟ نه. 2 نفر را که سرسرک مانده بودم هر دویشان گم شدن. اینه دیگه. اگه او 2 نفر هنوزم زنده باشن باز زیاد خوش شانس هستن. کسی را که تو ملا صاحب و منطقه میگی در پشت او آدم نفرای بزرگتر از تو هستن فهمیدی؟ در سابق به دولت کار میکرد. یا گروه مافیای بزرگی را که بچه‌شو به قتل رسانده بودن به تنهایی در یک شب از بین برد. بعدن باز از همه چیز توبه کرد. فقط یک ضعف داره. بیادرش که سال هاست در جستجوش است. دعا کو که توبه خدا نشکنانه. باز
تو بهترین دوست او رام لد کردی. هر جایی که فرار میکنی فرار کو، به هر سوراخی که میری برو، اما پیدات میکنه. از او فرار کده نمیتونی. ما کوشش میکنم امرایش گپ بزنم، اما به خاطری که از موبایل استفاده نمیکنه امرایش ارتباط گرفتن نمیتون. همین که بتونم ببینمش امرایش گپ میزنم که تو را ببخشه. تو هم حال فوراً او دختره ایلا کو. اعلان نمیکنم. سیف داره، به هیچ کسی اعلان نمیکنم. کاکا به خاطر چی آمده بود رئیس؟ اون نفره که شما ملا صاحب میگین اون ملا صاحب نیست. به کلگی خبر بده، ده هر طرف نفرای مسئله را جابجا کو. به پیلوتم زنگ بزن، برش بگو که به کمک ضرورت دارم. حالا دیگه درست است رئیس. خدا جزای تبت اویگار. احمق، بیشرف. دروازه رو باز کنین! باز کنین! باز کنین! دروازه رو باز کنین! او طرف برو، او طرف برو. مرا ایلاکو بی غیرت. تو ازمه هستی. ازمه. هیچ کسی تو را ازمه گرفته نمیتونه. چی گپ هست؟ آقا ایگار، اینجا یک نفر است که میخواه شما را ببینه. کی است؟ نمیفهمم. چطور نمیفهمی؟ چه قسم آدم است؟ دیده نمیتونم کی است. یک نفر در پشت سرم اسلحه را مونده. ازم خواست که براتان بگویم پیش شما میآید. او کی است احمق؟ او کی است؟ کی؟ بله بله. کی رئیس؟ ملا صاحب به اینجا میایه. مانع او شوین، او را بکشین. فهمیده شد؟ چراغا خاموش شدن رئیس. دا اونجا کی است؟ سارب چی گپ است؟ چی شده؟ یک صدا را شنیدم. میرم میبینم.
کلیموتر کجاست؟ تو گرفتیش؟ نمیفهمم. من نگرفتیم. اگه یک بار دیگه ببینم که نزدیک شدی یا قرضش گرفتی، باز جانت برات نمیبخشم. نیکی ترسیدی؟ این برنامه از سوی هد انرژی درینک و جوس انار رویال برای شما تقدیم گردید.